از روز تولدش به همین مشکلی بود. بالنیسا بردیم، بالنیسا گفتن که این اینوالید تماما راه نمیگرده. خیلی حرکت کردیم. کودک خدا را شکر که خیلی بهتر شد. برای مکتب رفتنش ما پوری مراجعت کردیم، گفتن که این کودک شما برای مکتب تیار نیست. این مکتب نبریم و تیار کردن نمیتونیم این کودک رو. ما مثلا بسیار دو کردیم برای ما یک اجازت نامه دیدن که ما همون مکتبی نزد خانه ده اقلا 1 ساعت اشتراک کنه کودک. از وقتی که ما همینجا آوردیم طول این 1 سال شده است که همین مؤسسه ده تحصیل میکند. خیلی پیشروی ها هست. مثلا رنگ نمیدونست، رنگ وظیفه فرق میکند. مناسبتی بین کودک ها میفهمی که دیگه خیلی شده است کودک. اینجا 1 ساعت مثلا درس میگیرد، با مکتب در رود. آینده که وقتی که بین همسالانش می رود یا که با مؤسسه می رود انکشاف می یابد. و ما خانه با این طوری که مثلا در مکتب یا که در این آموزشگاه یا که یگان جایگاه می رود ما باید تربیت کردن نمیتونیم. آن قدر رفتیم اجازت نامه دادن، بازی ما اجازت نامه در دستمون نصیب کرده باشد. از 1 سپتامبر هم 1 ساعت مکتب می رود. پسری من حاضر این حال 17 ساله است. پسری من از سن 6 ماهگی با بیماری فلج کودکانه معده سر گرفتار شد. راه رویش کم بود. وقتی که ما مکتب رفتیم آنها قبول نکردند. گفتن فرزند شما مستقل نیست، شما برید مکتب‌های مخصوص ده. ما خواستیم که فرزند ما در مکتب عمومی خواند تا اینکه از جامعه قفا نماند، در جامعه باشد. به همین خاطر ما با همراهی خواهرش امینجان رو در 1 صنف ماندیم تا صنف 6 خواندنش. امینجان مستقل نبود، خواهرش به او یاردم میداد تا برای کتابهایش رو از جزدان برآوردن یاردم میداد، تا به خانه رفتن یاردم میداد. حاضر بهبودی بسیار است. جامعه قبول کرد فرزند ما رو. ما بسیار در مکتب فهماندهی میگذراندیم با مادران، با والدین که فرزند من یگان مثال کسلی گذرانده ندارد. اول نمیخواستن والدین ها که با امینجان فرزندانشون بازی کنند. فرزند من این سال به صنف 11 میگذرد در مکتب عمومی. پیشروی ها بسیار هست. المپیاده ها می رود. باز ما مرکزهای توان بخش میریم، مرکزهای دلهای کشوده، مرکز دلهای کشوده در موسیقی درمان بسیار فعال است. سرود میخوانند در بسیار چاره‌بینی ها. در المپیاده در ناحیه رودکی از فن اینفرماتیکا جای دوم رو اشغال کرد. درباره کودک‌های دارای خصوصیت جامعه اینقدر نمیدانست، بسیار قبول نمیکرد جامعه چیزها رو. فکر میکردن همین والدین ها که باید کودکی که کمتر خصوصیت دارد، دارای معیوبیت، اون کسان باید فقط در اینترنت ها باشند، در مکتب های مخصوص باشند. شکر که در جامعه همه چیز قبول شد. قریب که در همه مکتب ها، در همه صنف ها هست چنین کودکانی که دارای یک خصوصیت هست. خرسندیش در آن است که کودکان این چیز را قبول کردند. رول اساسی در دست والدین برای چه که ویا میوه های ما هستند. میوه را نگاه کردن در کار. چطوری که یک درخت میشینونید برای مثال باید دارو کردن در کار، نگاه کردن در کار که باید حاصل خوبیه. این همش از حرکت والدین وابسته است که در یک جا شیشتن این خطا است. خدا با شکر من به همین مقصدها هم رسیدم. چیزی که من میخواستم خداوند برای من از اون زیادتر داد.